درد نکنه. D4 اسب F6 دفاع اسلاو رو وارد میشیم بعد از انجام C6. اگر فیلم خوبی هم نبود، یه فیلم ایرانیه به نام چه خوب شد که برگشتی. حامد بهداد، رضا عطاران بازی میکنن، مهناز افشار بازی میکنه، بزرگان حسن پورشیرازی بازی میکنه اگر میشناسید. فیلم چه خوب شد که برگشتی آقای داریوش مهرجویی هم ساخته، ولی فیلم خوبی از کار در نیومد. فیلم چیزی نبود، اما به نظرم دیدن فیلم یک بار ارزش داره. توی اونجا اینا دوتا دوست قدیمی هن که با هم شطرنج بازی میکنن و من مطمئنم که از حداقل یا شطرنج رو خوب بلد بودن یا به هر حال یه مشاوره گرفتن از یه مربی، بازیکنی، چیزی. شطرنجی که توی اون بازی نشون میده شاخه اصلی دفاع اسلاو هست. البته که بماند که حالا بعد از اون که تموم میشه دیگه خرابکاری میکنن و دیگه از کیفیت شطرنجی پایین میاد ماجرا، ولی خیلی شطرنج با هم بازی میکنن و بازی که نشون میده کاملا یک بازی درست هست. دیدن اون فیلم رو بهتون پیشنهاد میکنم، فیلم چه خوب شد که برگشتی از داریوش مهرجویی. خب اسب سیس این دفاع اسلاوه، شروع بازی دفاع اسلاو که خوبیش اینه که این فیل آزاد میشه و زود میتونه بیرون بیاد. وزیر B3 وزیر B6 میزنه با اسب میزنه، اسب در D5 پیاده در D5 پیاده E3. خب شاهکارترین حالا چقدرم تبلیغ میکنم ولی واقعیه، یعنی اینها سندیت داره، حرفای من نیست. شاهکارترین حرکت استراتژی که در جهان تا الان بازی شده. نوبت حرکت با سیاه، دقیق ترین، جذاب ترین، فوق العاده ترین حرکت ممکن از لحاظ استراتژی. پس حیفه که نپرسم. به نظر شما درست ترین کار سیاه چیست؟ BC2. حالا حرکتاتون رو پیشنهاد بدین، ولی بد نیست که برای حرکتتون دلیلی هم داشته باشید، یعنی الکی یک حرکتی رو عنوان نکنید. حریف یانوفسکیه ها، همون کسی که گفتم کابلانکا رو شکست داده. جدولم ببینم، یه تساوی داشته، یک برد در برابر کابلانکا و 9 تا هم باخت. اشکالی نداره اتفاقا دانوش جان، این از اون تمریناتیه که سوالاتی که شما باید سریع جواب بدی، چون یا میتونی پیداش کنی خب بعیده، یا دیگه نمیشه. مثلا من به شما یه هفتم وقت بدم راجع به این وضعیت بشینید فکر کنید، نمیتونیم پیدا کنید. میدونی با زمان مسئله حل نمیشود. پس همه عزیزان پیشنهاداشون بنویسن ببینم چه پیشنهادی دارین، چه نظری هست. پیاده J6 بابا شاهکار. پیاده J6 ها، بنویسید بچه‌ها، نمیخوام زیاد وقت بدم. E5 قربانی یک پیاده مفت در مرکز، اسبش هم بیاد تو مرکز. F6 نظر عوض شد، گذاشتن پیاده به F6. اوکی. E6 یک حرکت نرمال برای باز کردن راه فیل. همه بنویسن، دوست دارم نظرها رو بفهمم. اسب D7 گسترش اسب به صورت خاص، D7 آینده ای نداره. اوکی. بنویسید، هر کس ننوشته بنویسه. 30 ثانیه. رخ آچار، اینا باحال شد. رخ آچار خوبه، فیله کیش بده مثلا، رخ دو مفت بخواد بگیره، اینجوری خوبه. شاهکار اینجوری بنویسید. رخ آ5
فیل E4 اسب 3 6. خیلی خوب دیگه وقت تموم. میریم تا ببینیم همون فیل 3 2 چطور هم گرفت سورنا. خب حرکت رو نشون میدم، بعد وقت میدم روش فکر کنید. خوبه؟ یعنی دلیل بیارید که چرا این شاهکاره. اسب 3 6 حرکت نرمال عادی، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. درست شد؟ از 3 6 گسترش سوار خودش رو انجام داده، دنبال حالا حرکات تهدید آمیزی هست. اوکی، دنبال حرکات تهدید آمیز و گسترش بهتر اسب هست. فیل D2. حالا نوبت سیاه. دوباره سوال همون سوال قبله. در واقع الان اون سوال رو باید میپرسیدم، منطقی تر بود. دوباره وقت دارید، الان دوباره سریع بگید. زود 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 زیر 30 ثانیه بگید دیگه. رخ A4 E6. بچه اون تبلیغاتی کردم برای این لحظه بودا، از سشر بعد میرفتم بعد میپرسیدم، ولی خوب شد رو اونجا نشستین فکر کردن، الان ذهن گرم. خب شاهکارترین و دقیق ترین حرکت استراتژی در طول تاریخ شطرنج، واقعا میشه بگیم اغراق هم نیست، حداقل من با تجربه‌ای که دارم با بازی‌هایی که دیدم میتونم بگم اغراق نیست. حرکت فیل D7 بسیار شگفت انگیز، بسیار شگفت انگیز، و میفهمید که چرا شگفت انگیز. این فیلم میاد D7 و قراره که من توضیح هم نمیخوام از شما بدید و گوش کنید فقط و یاد بگیرید. فیلم میاد D7 چرا که بازیکن سیاه قصد داره در جناح وزیر عملیات داشته باشه. یکی از طرحهای اساسی که قراره داشته باشه اینه که این اسب قراره که اینجوری خودش رو به این خونه برسونه، این پیاده جلو بره، از ستون C استفاده کنه، و با توجه به درگیری که تو این سمت از بازی خواهد بود، این فیله این بیرون کاری نداشته، برگشته تا بعد از E6 در پشت زنجیره پیاده خودش در این جناح فعالیت کنه. حالا ببینید همه سوارها در این جناح دارن فعالیت میکنن. طرح سیاه اینه که استفاده از ستون C داشته باشه و در عین حال این اسب رو به خونه C4 برسونه. نه دیگه، گفتم اصلا قراره این فیل برگشته اینجا که بعد این بره جلو. این فیله میخواد این عملیات رو بازی بکنه آقای دانوش. اگر اول اون رو باز میکرد که دیگه این فیل نمیتونست برگرده که. خب فیل D6 رخ ستون C رو میگیره، شاه E7 شاه میمونه تو مرکز، نیازی به قلعه رفتن نیست. رخ بعدی میاد، تمام سوارهای سیاه در جناح وزیر هستن. حالا هدف اسب شروع میشه با انجام. اسب میاد و قصد داره که به خونه C5 برسه. F5 یه کار از محکم کاری اجرا میکنه، B5 پایگاه C4 رو آماده میکنه و حالا اسب رو میذاره خونه C4. قابل تحمل نیست حضور این اسب. در جایی خوندم نیمزوویچ در کتاب روش من میگفت تحمل کردن یک اسب در پایگاه مثل تحمل کردن 5 دقیقه یک مگس روی دماغه. بعیده که از کسی بر بیاد. میزنه اسب رو در خونه C4، با پیاده میزنه E4 شاه F7 و حالا سیاه به دنبال اجرا و باز کردن این جناحه. این درگیری
بزن انجام بشه و بعد این پیاده تک در ستون باز بشه سوژه بعدی سیاه. پیاده رونده میشه، شاه F2، رخ دفاع، همه چی رو آماده میکنه برای اجرا. اما در یک جناح که نمیتونی برنده بشی، باید بیای بری عملیاتو توی جناح دیگه بازی بکنی. همه مهرهای سفید رو نشونده اونجا که دفاع کنن و حالا چه میکنه؟ میاد J5، میاد این جناح درگیری درست میکنه، بازی رو میاره اینور، از کنار میره، رخ ستون G، رخ منتقل شد تو این جناح. بپرسید اگر سوالی دارید به نظر من در همین لحظات پیش اومده بپرسید. استاد سلام دوباره. یه سوال داشتم، یه حرکت قبل‌تر فکر کنم میشه برگردین؟ بله یه لحظه. اینجا که نوبت سیاهه، اگر ما با رخ سفیدم اگه اشتباه نکنم خونه B1 بود. خب همینه. ما با فیل بزنیم تو خونه A3 چه اتفاقی میفته؟ با پیاده میزنه. با پیاده میزنیم، با رخ میزنیم. خب بعد فیل رو میذاره خونه B4. آچمزه. بذار اجرا کنم که با فیل بزنیم، با پیاده میزنه، با رخ بزنیم. خب این رو از آچمزی در میاره. شما یه سوار عقبی. خبری هست؟ خبری توی این حمله ها و اینا نیست؟ نه. خب شما 15 دقیقه دیگه کلاس ندارید. کلاس بعدی شروع بازی ایتالیایی ساعت 8:15 هست. خب H6 بریم یکم سرعت بدیم که به استراحتتونم برسید. G5 تو جناح دیگه درگیری رو ایجاد میکنه. حالا رخو منتقل میکنه تو جناح شاه، میزنیم. ببینید یکی از بدترین کارها اینه که این جلو بره اینور ببنده. اگر ما اینور رو ببندیم خب دیگه فقط باید بریم همونور حمله کنیم. اونورم خوب دفاع شده، ولی اینو میزنه یه ستون اینجا باز میکنه. درست؟ نه اون کلاس گروهی یک شنبه سه شنبهتون برگزار نمیشه امروز دیگه. امروز 8:15 تا 9:15 ایتالیایی برگزار میشه. توی اون کلاس بریم. خب رخ برمیگرده از J2، رخ میره که دو پشته بشه توی این ستون و در این لحظه سفید سیاه یه فکری میکنه، این که این فیل من چقدر خوش میگذره بهش اگر E4 باشه. چه عجیب، چقدر جالب میشه که این فیل در E4 باشه. پیشنهادتون چیه؟ با دست برش داریم بزنیمش E4. هیچ راه دیگه ای نداره. گفتم برای که دستتون رو بیارین بالا یک بار کافیه، قطع و وصل نکنید. یک بار از دستت به شدت عصبانی شدم به خاطر این کار. الانم ازت نمیپرسم که دیگه اینو بدونی تکرارش نکنی. بله آقای فرزان. B4 قربانی جذاب پیاده و هدف فیل اینه که بره از خونه C2 خودشو به E4 برسونه. ببینین تو اون بازی دیگه هم دیدیم که کابلانکا رو بحث این که خداوند قبل از آخر بازی وسط بازی رو آفریده است خیلی خوب خودشو نشون داده. قربانی های جالبی که الان برای ما اصلا خطرناک نیست. خب میاد کنار، رخ C2 و فیل رسید به خونه E4. یک پیاده هم درسته ما عقبیم ولی فیله رو رسوندی به E4. شاه کنار پیاده رو میرونه، چرا که هدفش اینه دوباره بره جلو فیله گیر کنه یا اینکه بزنه تو این بعد دوباره بره جلو. رخ میاد در هفتم، میزنه و حالا پیاده H4. تمام. یه برتری نیرو گرفتم با این حمله هایی که کردم. میزنه. میدونم که میخواستی همین رو بگی، مطمئن بودم میخواستی بگی، ولی دلیل نپرسیدنم این نبود که اینو نمیخواستی بگی. رخ در J2 آقای آیریک، شاه کنار، رخ در H2 دوباره رخهای بسیار خطرناک عرض دومی. میزنه توی E7 کیش کنار،
و حالا میبینید که باز پیاده بعدی، نفوذ رخ بعدی، پیاده هایی که یکی یکی قرار از دست برن. فیلکیش، شاه G6 میزنه، شاه بالا و رخ بعدی میاد توی این ستون رو آماده مات کردن. هیچ خطر دیگه ای هم متوجه سیاه نیست. پیاده رو میزنه شاه H7 و اینجا تسلیم شده. اگر هم تسلیم نمیشد یک کیش دیگه میتونست بده، شاه G6 و دیگه تموم. حالا میخوام این کیش رو بدم و دفاعی من نمیبینم که براش ممکن باشه. خب این هم از این بازی. یه مرور سرعتی دوست دارم این بازی رو داشته باشیم. اگر سوالی هست بفرمایید، بعدش یه مرور سرعتی انجام میدم. استاد یه فرار هستا، این که بیایم به شاه بزنیم G3 و بعد H4 بعد اون تایی فرار کنیم. شاه G3 رخ کیش بعد H4 بعد رخ کیش. حالا یه سوال دیگه میگن که اینجا مگه کاپابلانکا سیاه نبود؟ چرا؟ شما گفتین این بازیه که اسم میبازه کلا کاپابلانکا. نه گفتم حریف اون حریفیه که کابلانکا قبلتر ازش یک بار باخته. ما شاهکارهاش رو قرار امروز ببینیم و دیروز و روز قبل. درست شد؟ گفتم این از اون حریف قوی است که کابلانکا یه بار بهش باخته. یانوفسکیه. خب که بدونید حریفش حریف آبگوشتی نبوده. یک بار مرور کنیم. مهمترین پوزیسیون بازی این صحنه بود که فیل برگشت به خونه D7 با طرح درگیری های جناح وزیری که این فیل اینجا مفیدتر باشه. شاهکارترین حرکت استراتژی طول تاریخ شطرنج. E6. حالا عملیات شروع میشه. فیل میاد بیرون، شاه مرکز میمونه، رخ بعدی ستون C و حالا سیاه عملیات خودش رو با رسوندن اسب به C4 آغاز میکنه. اسب میاد، اگر همین الان بخواد بزنه خب ما با پیاده میزنیم دیگه، پیادهمون از اون حالت دوبلی خارج میشن. B5 بعد از F5 که حالا این جناح رو میبنده یه جورایی، بعد حالا B5 آماده میشه باز برای اینکه این رو بزنه، کمک کنه. و بعد از این تعویض سیاه در دو جناح دست به حمله میزنه. وقتی طرح اینور دفاع میشه جناح دیگر رو باز میکنه. B5 رخ اومد، حالا اومد این جناح. وقتی اینور دید همه چی دفاع شده اوورد بازی رو به این جناح. اینور همینجوری نگه داشت رخا فعال نشن، ولی رخای خودش رو سریع گفت به دنده عقب برگردید، میخوایم بیایم اینور. ستون در اینجا باز کرد و دو رخش رو ببینید که چطور یه دفعه اوورد تو این جناح. خوبی زمانی که من حمله میکنم همینه ها. بله دانشجو میتونید برید 8 کلاس ایتالیایی. خدافظ. خوبیه کسی که حمله میکنه اینه در یه لحظه میتونه حملهش رو از این ور به یه ور دیگه انتقال بده. ولی کسی که داره دفاع میکنه چون نشسته برای دفاع منتظر حریفه و تا بیاد جابجا کنه یه ذره قضیه سخت‌تر میشه. حرکت بعدی زیبا دیگه هم اینجا بود که این هم به عنوان یک لحظه حساس و زیبا ازش یاد میکنیم. پیاده B4 میزنه، رخ فیل نفوذ میکنه و حالا بعد از نفوذ فیل دیگه یک برتری نیرو به دست میاره. پیاده رو میاره جلو، داره فیل گیر میفته، میزنه و اینجا یک تفاوت جلو میفته و بعدم خیلی ریلکس اینور فیل رو از دست میده. دوباره اینجا کیش، رخ اینور، شاه کنار، میزنه کیش، شاه بالا، دوباره رخ اینجا. خیلی ریلکس رخا میان و شاه رو در وضعیت مات فورس قرار میدن. 8 بازی کابلانکا رو طی این 3 روز دیدیم. طبق